دکتر عزیز سلام عرض شد. سلام. وقت شما بخیر. امکانش از خودتون معرفی بفرمایید. من حقیقت کیش سال 1356 دانشگاه امیرکبیر شروع به تدریس کردم. 56 تدریس کردید. درسته؟ 1356. بسیار عالی. میشه چند سال میشه حدودی باید خیلی زمان ما کامپیوتر حساب کنی چند سال. دقیقاً. ماشاءالله شما پیشکسوتی هستید تو این رشته. پیشکسوت نه ولی خلاصه از قدیمی هست. بسیار عالی. نظرتون در مورد این رشته به صورت کلی میخوام بدونم آقای دکتر چی هستش؟ برای بچه‌هایی میپرسم که شاید اول این مسیرن و میخوام بدونن آینده چه اتفاقاتی ممکنه براشون رقم بخوره. خیلی سوال خوب و مشکلیه که جواب داد، به خاطری که دائم داره تغییرات توی تکنولوژی‌های مختلف داره به وجود میاد، ولی آنچه که مسلمه آدم به سه تا چیز نیاز داره، یکی لباسه، یکی غذاست و یکی دیگه چیه؟ مسکن. خوراک، پوشاک، مسکن. بله خب خیلی واضحه، یعنی هر روز هم داره تغییر میکنه. سال 1357 80% لباسایی که میپوشیم پنبه‌ای بود، ولی الان شاید میخوام بگم 80%ش فقط پلی‌استر. اصلا شکل لباس ها عوض شده، فرمش عوض شده، مد که دیگه اون دیگه داره تغییر شدید داره میده. بله. جنسش عوض شده، قیمتش عوض شده. ببینید یه زمانی قیمت یه متر پارچه قابل استفاده واسه کت-شلواری شاید به اندازه مثلا فرض کنیم یه قیمت یک چیز خیلی ارزشمند توی خانواده بود. بله. ولی الان قیمتش فقط تنظیم کرده نسبت به چیزای دیگه که اصلا قابل فکر کردن نیست. باید نشست عدد در آورد، شاید میخوام بگم 100 بار این نسبت تغییر کرده نه مقدار تغییر کرده. یعنی اون زمان با مخارج غذایی یک ماهه میتونستیم یه پیرن مثلا براتون درست کنیم، الان با مخارج غذایی یه هفته میتونیم این پیرن درست کنیم. تغییرات خیلی شدید بوده. درست. بسیار عالی. میخوام بپرسم از خدمتتون که آیا این که صرفا دانشجوها واحداشون رو پاس بکنن و درس بخونن میتونن موفق بشن، در کنارش باید مهارت هم یاد بگیرن؟ شما نظرتون چی به عنوان پیشکسوت این رشته؟ ببینیم دانشگاه امیرکبیر اصلا هدفش این بوده که دانشجوها علاوه بر این که فقط مغزشون کار میکنه، مغزشون با دستشون بتونه کار بکنه. ببینیم دو تا مرحله هست، یکی میشینه و فقط با مغزش کار میکنه. خوندیم جای مختلف فلان دانشمند فلان پیشبینی رو کرد که حتی توی دریام نرفته بود، ولی یه طرح برای یه کشتی داد بدون اینکه تو دریا اصلا دیده باشه دریا. و خب یه جور آدم ها هستن اینجوری میتونن مغزشون رو پرورش بدن و یه عده هستن که نه، باید بتونن با دستشون هم یه کارهای انجام بدن و این مهارت به دست بیارن، تغییر شکلای دستشون همراه با مغزشون بتونه کار بکنه که بتونه یه چیزی رو بسازه. و دانشگاه امیرکبیر با این هدف، با این ویژن درست شد که علاوه بر این که یک به اصطلاح کارهای تئوری خوب یاد می‌گرفت، بتونه به صورت عملی هم مهارت به دست بیاره و این مهارت خیلی مهمه برای که اونایی که دارن کار میکنن این مهارت رو ببینن، بهش توجه میکنن و حرفاشو گوش میدن حداقل و مطمئناً پیشرفت اینا خیلی بیشتر از کسایی که فقط به صورت تئوری کار. بسیار عالی. و به عنوان که سوال آخر و نهایی ما، چه توصیه‌ای برای دانشجویان داریم؟ برای دانشجویان میگم اول خیلی خوب زبانتون رو خوب کنین، ریاضیاتتون رو خوب کنین، مرحله بعدش اول زبان، بعد ریاضیات، بعد کامپیوتر. دیگه خودتون بهتر از من بلدید.
و باید اونو خوب یاد بگیریم و خوب عمقی یاد بگیریم که بتونیم استفاده کنیم از توانایی‌هاش. و هر روز هم داره عوض میشه. یه جمله خیلی قشنگ بهت بگم، باید یاد بگیرین که چگونه یاد بگیرید. یعنی چیزی که باید آموزش بدین خودتون اینه که چگونه چیز جدید که میاد فوری یاد بگیری ازش استفاده کن. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. ما که استفاده کردیم لذت بردیم. سپاسگزار از شما. آقای دکتر سلام عرض. سلام علیکم. وقت شما بخیر. قربان شما. وقت شما بخیر. بفرمایید. بله، من نوید ربیعی هستم، هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی، گرایش شیمی نساجی و علوم علیه. بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، در مورد این نمایشگاه بهمون بگید و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هستش. ببین، به نظر من خب اولا این نمایشگاه میتونه با اهداف مختلفی باشه. من سعی میکنم از عینک یک هیئت علمی این دانشگاه رو ببینم و از این زاویه برای شما راجبش صحبت کنم. اولین چیزی که وجود داره، خود این نمایشگاه یک تراوت خاصی رو در بین در واقع تمام افرادی که در صنعت نساجی و همچنین دانشگاه مشغول هستن ایجاد میکنه. این یه بعد خیلی قوی هست. دو، به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره، آدما با اومدن به اینجا و دیدن غرفه‌های مختلف، اتفاقاتی که داره میفته، قطعاً ایده هایی در ذهنشون شکل میگیره. این ایده ها میتونه بعدها پیاده بشه و خودش یک محصول جدید، یک ویندوی جدید، یک مسیر جدیدی رو چه از نظر علمی چه صنعتی و همچنین حتی برای ارتقا و رشد در واقع دانشجوها ایجاد کنه. فکر کنم این دو تا مورد خیلی مهم باشه. یه مورد دیگه هم که وجود داره، شاید یه بعد اجتماعی موضوع باشه. به طور مثال وقتی ما میایم اینجا، من شاید الان بیش از 20 سال هست، چه از نظر درسی چه از نظر در واقع آدمایی که باشون هم کلاس بودم، دیدم قدیمی‌ها، آدمای جدیدتر، و یک جوری انگار داریم تمام در واقع این باندها یا این پیوندهایی که از قبل داشتیم دوباره توی این نمایشگاه‌ها بازسازی می‌کنیم. یعنی انگار داریم آدم‌ها رو دوباره به خودمون نزدیک‌تر می‌کنیم. و به نظرم خیلی این یه جنبه مهمی است که معمولاً دیده نمیشه. شاید همین دلیلش این باشه که ما خیلی مهندسی فکر می‌کنیم، خیلی تکنیکال فکر می‌کنیم، اما جنبه اجتماعی نمایشگاه هم جنبه کوچیکی نیست و نباید نادیده گرفت. بسیار عالی. یه نکته جالب میونه صحبتاتون گفتین از با عینک یک هیئت علمی در واقع شما نگاه می‌کنید. خیلی جالبه. دکتر عزیز، به هر حال الان غرفه داره یه جورایی دانشگاه رو یدک میکشه و خب ما نمیدونم چقدر صحبت من رو قبول دارید، همیشه انگار یه گپی بین بحث کلا فضا و محیط آکادمیک و فضای در واقع حالا کار صنعتی و مارکت در واقع خارجی هست. نظر شما در مورد این موضوع؟ ببین، کاملا موافقم. من الان وام میگیرم از یه صحبتی که چند وقت پیش از یه عزیزی شنیدم، حالا میگم قابل پخش هم باشه، ولی حرف جالبی میزدن. میگفتن که انگار یه جوری بین دانشگاه و صنعت یک طلاق عاطفی رخ داده، یعنی همه با هم هستن ولی عملاً از هم دور هستن. من اینو کاملا باهاش موافقم، اما شاید سوال درست‌تر این باشه که خب باید چیکار کنیم؟ چه اتفاقی باید رخ بده که در واقع به قول شما این گپ کم کم پر بشه؟ اولین چیزی که وجود داره، واقعا ماها آگاهیمون شاید از صنعت به معنای شناخت از پتانسیلاش کم هست و برعکس خود صنعت هم شاید آگاهی و شناختش از دانشگاه کم هست. یه اتفاقی که جالبی که خیلی افتاده، تقریبا میشه گفت یه سالیه که این استارت خورده، دوستانی در صنعت داشتیم که اینها روزی در دانشکده خودمون بودن. اینها یه ایده جالبی داشتن، گفتن نگاه کنید، ما میپذیریم که دانشگاه بایستی بنیانها رو بگه، اما نمیتونیم روی این بنیانها ساختمون رو هم بسازیم. ساخت این ساختمون نیاز به یک آموزش مضاعف داره و همکاری صنعت. سر این داستان اومدن چیکار کردن؟ یک مجموعه دوره‌های دانشی مهارتی رو سعی کردن با کمک دانشگاه برگزار کنن. این داستان به چه شکل بود؟ یک اکسپرت از صنعت می اومد، یک اکسپرت از دانشگاه. اینها در کنار هم شروع کردن کلاس‌های مشترک برگزار کردن و این کلاس‌ها توی دانشکده ما هم برگزار می‌شد. تقریبا یک ساله که در واقع از این برنامه داره میگذره و به نظرم خیلی خیلی موفق بوده و داره یواش یواش گپ‌ها رو پر می‌کنه. متقاضیان این کلاس‌ها آدمای صنعتی بودن. به طور مثال مثلا اخیراً آخرین کلاسی که داشتیم
حدود 40 نفر از صنعت برای یه حوزه خاصی به اسم مثلا رنگرزی شرکت می‌کردن و بسیار فیدبک خوبی گرفتیم. من احساس می‌کنم که یواش یواش با چنین برنامه‌هایی این طلاق عاطفی میتونه یواش یواش از بین بره و این گپ هم پر بشه. یعنی بحث هم‌افزایی ارتباط با صنعت رو ما هر چقدر بتونیم در واقع به واسطه کسب مهارت برای دانشجویان درسته؟ دقیقاً همین هست. و ببینید باز هم میگم شناخت دو طرف از هم شناخت کاملی نیست و چه بسا یه جاهایی هم شناخت اشتباهی. این باید اصلاح بشه. اگر اصلاح بشه مطمئن باشی اتفاقات خوبی میفته. بسیار عالی. و به عنوان یک در واقع استاد دانشگاه شما چه توصیه‌ای برای دانشجوهای این رشته دارید؟ به صورت کلی‌تر، حالا صرفاً نه دانشجویان امیرکبیر، افرادی که حالا توی این در واقع رشته در حال تحصیل هستن و بالاخره حالا برنامه‌های زندگی خودشون رو شاید یه جورایی در واقع بر اساس این رشته چیدن، شما چه توصیه‌ای دارید؟ درسته. اولین توصیه‌ای که دارم اینه که واقعاً تو هر حوزه‌ای در این رشته علاقه دارن حتما برن دنبال علاقه‌شون. این خیلی مهمه. 2 کنجکاو باشن. 3 و مهمتر از همه شجاع باشن. این شجاعت میتونه جنبه‌های مختلف داشته باشه. شجاعت دونستن از همه چی بیشتر. برن یاد بگیرن، نشینن یه جایی و خودشون رو محدود کنن به یه سری چیزهایی که در واقع روتین شده، کلاسیک شده. نه، برن جلوتر. شجاعت تجربه کردن کار یه هفته، 2 هفته، یه ماهه تو کف بازار تجربه کنن، بازم نترسن. اینم شجاعت میخواد. شجاعت میخواد وقتی میرن توی کارآموزیشون به اصطلاح یه دوستی چکمه پاشون کنن و واقعا توی کف سالن کار کنن. شجاعت اینو داشته باشن که دیدگاه بقیه رو بپذیرن، ولو اینکه اون فردی که اونجا هست بگه خب یه مهندس چکمه پاش کرده، ایراد نداره. این شجاعت ها رو اگه داشته باشن مطمئن باشید آدم موفقی خواهند. بسیار عالی. خیلی زحمت کشید. خواهش میکنم. وظیفه‌مون خودم به عنوان یک شخصی که با شما صحبت کنم لذت بردم. اختیار دارید، نظر لطفتون. خواهش میکنم. آقای دکتر عزیز سلام عرض شد. سلام علیکم. وقت شما بخیر باشه. امکانش از خودتون رو معرفی بفرمایید. من هوشنگ نصرتی هستم. ورودی سال 1363 مهندسی تکنولوژی نساجی پلی‌تکنیک تهران. و الان هم به عنوان عضو هیئت علمی از سال 1379 در دانشکده نساجی مشغول به خدمت هستم. بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، به عنوان واقعا میشه ادعا کرد شما به عنوان یک پیشکسوت در این رشته، به نظرتون دانشجویان برای اینکه بتونن یه آینده خوب و مطلوبی رو تو حوزه کار، حالا نه صرفاً تحصیل، تو حوزه کار و بیزینس داشته باشن، شما چه توصیه‌ای برای این افراد دارید؟ حالا این سوالی که فرمودید خیلی سخت و کلیه، ولی به طور کل من 2-3 تا نکته رو خدمتتون بگم. چون دانشجوهای ما خیلی هاشون میان بعداً در همین مهندسی نساجی کار میکنن، ممکنه جاهای دیگه هم برن کار کنن، ولی به طور کل فکر میکنم اولین چیزی که مهمه این که در هر شاخه هستن از جمله مهندسی نساجی درساشون رو خوب یاد بگیرن، چون پایه‌های علمیشون تقویت بشه. و 2-3 خصیصه ذاتی هم هست. یکی این که نظم و ترتیب، وقت‌شناسی، ارتباط معقول با دیگران، اگه اینا رو داشته باشن تو هر زمینه برن، بچه‌های امیرکبیر من دیدم واقعا موفق خواهند بود و انشالله مدارج عالیه رو طی خواهند کرد. ولی عرض کردم یادگیری اصول کار که در دانشگاه امکان پذیر هست و در کنارش حالا یه سری آموزش‌های جنبی که الان همه انجام میدن، مثل آموزش نرم افزارهای مرتبط با اون رشته، زبان تخصصی مخصوصا که خب نیاز هست، و نظم و ترتیب و وقت‌شناسی و ارتباط صحیح با دیگران، این کلید موفقیت همه دانشجوها در هر جایی دقیقاً درست قرار بگیره. آقای دکتر عزیز، این چارت تحصیلی و حالا من میخوام ببینم آیا صرفاً این که یک دانشجوی خوب صرفاً میتونه یک بیزینسمن خوب هم باشه به نظر شما؟ ببینید بیزینس بخشیش ذاتی به نظر من، چون بعضی افراد ذاتاً آدمایی هستند که علاقه‌مندن به کار بیزینس، بعضی هم خیلی حوصله چون به هر حال بیزینس چالش‌های خاصی خودش داره. بعضی آدم‌ها هم خیلی شاید علاقه‌مند نباشن به این کار، ولی من تصورم اینه که بخش آموزشیه. یعنی اگر کسی دوست داشته باشه پایه‌های علمی و آشنایی به هر رشته‌ای رو داشته باشه، میتونه با دیدن آموزش‌ها چه به صورت آکادمیک چه به صورت تجربی در قسمت‌های مدیریت اون قسمت میتونه موفق باشه. ولی طبیعتاً اونایی که یه مقدار خیلی واقعا بیزنسمن‌های قوی هستن، بخشش هم خلاقیت‌های ذاتی آدمایی که ریسک پذیرن که این دیگه شاید برای همه نباشه. آقای دکتر عزیز، به عنوان سوال آخر چه توصیه‌ای برای دانشجویان دارید؟ ببینید عرض کردم دانشجوهای ما واقعا کسایی هستن که با توجه به گستردگی صنعت نساجی، چون من در اطاق دانشجوی نساجی صحبت میکنم،
زمینه کاری بسیار زیادی براشون فراهم هست. شاخه‌های خیلی مختلفی وجود داره. به قول یکی از دوستان هر دو واحد درسای ما خودش یک صنعته. مثلا به عنوان مثال کفش‌های ماشینی ما یه صنعت بزرگ فرش بافی کشور پشتشه. یا فرض کنید علوم الیاف و پلیمر و تکنولوژی تولید الیاف صنایع الیاف سازی هستند. یا نان‌ووون صنایع موکت و نمیدونم بهداشتی هستند. یا ریسندگی، بافندگی، رنگ‌ریزی، تکفیل. خیلی صنعت وسیع هست. در نتیجه دانشجو اگه علاقه‌مند باشن کار کنن واقعا جا داره. ولی عرض کردم نکته اینه که به هر کدوم از این قسمت‌ها که علاقه‌مندن حتما مباحث و پایه‌های اولیه‌اش خوب یاد بگیرن. مطمئناً با رفتن توی شرایط کاری و یکی دو سال تجربه تو زمین موفق خواهند بود. ولی باز هم عرض می‌کنم یاد گرفتن خوب و استفاده از وقتشون تو دانشگاه که بتونن اون پایه‌های مورد نیاز رو یاد بگیرن و دو سه خصیصه بخشناسی، نظم و ترتیب و ارتباط معقول با دیگران اینو داشته باشن مطمئنا موفق خواهند. بسیار عالی. دست شما در خواهش می‌کنم. برای شما موفقیت. ارادت استفاده کردیم. ممنون، متشکرم. آقای دکتر عزیز سلام است. سلام. وقت شما بخیر. زنده باشید. امکانش از خودتون معرفی بفرمایید. بله، من نیما اسماعیلیان هستم، عضو هیئت علمی گروه شیمی نساجی علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر. بسیار عالی. در مورد این نمایشگاه مقدار بهمون توضیح میدید و اینکه اصلا چی شد که دانشگاه به فکر این افتاد که یک نمایشگاهی رو داخل در واقع غرفه رو داخل نمایشگاه داشته باشه؟ بله حتما. به نظر من بزرگترین بازخوردی که میشه از نمایشگاه صنعت نساجی گرفت دریافتن این موضوع که صنعت با پتانسیل بسیار بالاییه. من شاید میتونم به جرئت بگم نفت ما یه روز تموم میشه ولی صنعت نساجی هیچ وقت قرار نیست تموم بشه و اون روزی که نفت ما تموم میشه شاید صنعتی شدن کشورمون از مسیر صنعت نساجی میتونه طی بشه. همینطوری که تو کشورهای همسایه مثل کشور ترکیه این تجربه رو ما دیدیم که داشتن و به واسطه صنعت نساجیشون اصلا بحث اقتصادی و فرهنگی کشورشون رو متحول کردن و ما از کشورهای همسایه‌مون قدمت خیلی بالاتری در این حوزه داریم. من باورم اینه که این نمایشگاه هم به خوبی اینو نشون میده که چقدر صنعت نساجی پتانسیل بالایی تو کشورمون داره و میتونه به اقتصاد کشورمون کمک بکنه. بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، میخوام نظرتون رو یک بار با عینک هیئت علمی و یک بار با هیئت در واقع حالا بحث مارکتینگ و بازار بیرون یه بررسی بکنیم و نظرتون رو در مورد این موضوع بدید و چقدر آیا فاصله و گپ وجود داره یا میتونه هم افزایی داشته باشه؟ بله، اصلا یه بحث شناخته شده هست نه تنها تو صنعت نساجی. من فکر میکنم در تمام گرایش ها و حوزه های مختلف صنعتی تو کشورمون که یک گپ بزرگی بین صنعت و دانشگاه وجود داره. البته خب اواخر داره اتفاقاتی میفته که این گپ کم بشه ولی این وسط یه سری وظایفی صنعت میتونه بر عهده بگیره، یه سری وظایفی دانشگاه میتونه بر عهده بگیره. به هر حال ما کشورمون اگه بخواد از مسیر صنعت نساجی در مسیر توسعه قرار بگیره لازمه که همیشه خودشو بالا نگه داره از نظر تکنولوژی و فناوری و تکنولوژی و فناوری بدون تزریق دانش‌های بنیادی از طریق دانشگاه امکان پذیر نیست. برای صنعت نساجی و شاید برای کلیه صنایع کشور ناگزیره که استفاده بکنه از دانش تا بتونه خودشو در سطح بالا نگه داره، در سطح جهانی بتونه مطرح بشه، در سطح ملی بتونه مطرح بشه و بتونه اون منفعتی که میتونه هم برای شخص خود صنعتگر و هم برای کشور داشته باشه رو ایفا بکنه. بنابراین اینجا نقشی که میتونه دانشگاه ایفا بکنه اینه که تزریق همین دانش باشه، تزریق فناوری باشه. نقشی که صنعت میتونه ایفا بکنه استقبال از این دانشه. به قول یه عزیزی شجاعت میخواد. این شجاعت داشتن برای صنعتگرا خیلی زیاده چون باید هزینه بکنن ولی با یک حساب کتاب خیلی ساده میتونن حساب بکنن که اگر هزینه‌شون رو در راستای سرمایه گذاری توی دانش و تکنولوژی بکنن چندین برابرش خیلی زود برمیگرده و این منفعت اول به خودشون برخواهد گشت بعد هم به کشورمون. بسیار عالی. پس در نهایت میتونیم از صحبت شما این نتیجه رو بگیریم که این دوتا واقعا خط موازی نیستن، چه بسا که اصلا در واقع میتونن در آینده خیلی مفید و موثر واقع باشن و بدون هم نمیتونن جلو برن. به هر حال هم دانشگاه حمایت صنعت رو احتیاج داره هم صنعت هم حمایت دانشگاه رو احتیاج داره. بسیار
شما چه توصیه رو برای دانشجویان این رشته دارید آقای دکتر عزیز؟ آیا صرفاً درس خوندن کفایت میکنه یا کسب مهارت لازمه یا همه اینا رو باید با هم داشته باشن؟ در مورد این همه توصیه توصیه که به دانشجویان میکنم اینه که در وهله اول اینو باید در نظر بگیرن که مهارت با دانش خیلی سریع شکل میگیره. اگر ابتدا تمرکزشون رو دروسشون بذارن و دانش لازم رو پیدا بکنن، مهارت خیلی خیلی سریع و عمیق میتونن دریافتش بکنن و حتی اگر برن در حوزه صنعت میتونن صنعتگرای بسیار موفقی بشن. من خودم چندین مثال میشناسم که از دوستای خودمون افراد بسیار موفقی در صنعت نساجی وقتی سابقه‌شون آدم نگاه میکنه میبینه دانشجوهای بسیار شارپی بودن در دوره تحصیلشون، درسشون رو خوب خوندن، دانش رو خوب فرا گرفتن که تونستن بعد مهارت لازم رو پیدا بکنن و هم صنعت خودشون رو تقویت بکنن، هم بتونن بسیار برای بقیه مفید باشن. بسیار عالی. و به عنوان صحبت آخر زنده باشید. اگر نکته یا موضوعی هست که از این رسانه به گوش حالا دانشجویان در وهله اول برسه. من صحبتی که دارم اینه که ویژه دانشجوهای نساجیه، متاسفانه نمیدونم چه اتفاقی افتاده که رشته نساجی و صنعت نساجی یه مقداری مخصوصا بچه‌ها موقع ورود به این رشته دست کم میگیرنش. من میتونم به ضرس قاطع بگم که یکی از قدرتمندترین رشته‌های حال حاضر داخل هم دانشگاه هم صنعت، همونطور که ابتدای صحبتامون هم خدمتتون عرض کردم، این رشته یک صنعتیه که بالاخره یه روزی نفتمون تموم بشه، شاید صنعت کل کشور بر روی این رشته استوار خواهد بود. بنابراین افتخار بکنن به رشتهشون، علاقه داشته باشن به رشتهشون و دوستانی هم که هنوز وارد این رشته نشدن بدونن که یک رشته بسیار فوق‌العاده، رشته بسیار قدرتمنده و آینده بسیار روشن. بسیار عالی. زنده باشید. خیلی زحمت سلامت باشید. دست شما زنده در باشید. وقت شما بخیر. خانم سلام. امکانش از خودتون معرفی کنید. بنده سید مجید هاشمی نسب هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد گرای شهریار ترم 1 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر. بسیار عالی. و شما خانم؟ من روزا پرویز هستم، دانشجوی رشته مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. بسیار عالی. خانم نظرتون در مورد این نمایشگاه و ارتباطش با دانشگاه چیه؟ به نظرم این نمایشگاه فرصت خیلی خوبیه برای دانشجوها، چه حالا چه مقطع کارشناسی چه ارشد. برای مقطع کارشناسی برای دانشجوها این مزیت رو داره که بتونن با رشتهشون، پتانسیل های کاریشون، فرصت های شغلیشون بیشتر آشنا بشن. برای دانشجوهایی که دنبال کار میگردن، دنبال موقعیت های کارورزی هستن، دوره های کار، بورسیه کردن، این موارد رو میتونه توی این نمایشگاه به دانشگاه توش کمک بسیار عالی. و شما به نظر من دانشجوها با اومدن به نمایشگاه یه فرصت دارن که ببینن زمینه‌های کاری در آینده به چه شکلیه و حوزه‌ای که درش علاقه‌مند هستن و ارتباط برقرار کنن با بخش صنعت و این ارتباط باشون شکل بگیره. بسیار خب آقای مهندس، در مورد مرکز نوآوری دانشکده نساجی هم توضیح رو ما میدید؟ در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر حدود 6 شرکت فعالیت دارن که در حوزه‌های کامپوزیت، اینترنت اشیا، نواربافی و تحلیل داده فعالیت دارن اونجا. بسیار عالی. و شما در مورد مرکز نوآوری دانشکده‌تون؟ مرکز نوآوری دانشکده پروژه‌های اساتید یا پروژه‌های دکترا و ارشد دانشجوها رو داره به نمایش میذاره که بخشش رو دارید اینجا مشاهده می‌کنید. یه سری از این پروژه‌ها به تولید انبوه رسیده، مثل اون پنجه کربنی که از الیاف کربن آغشته به رزین، این پد خنک کننده که برای تب و گرمازدگی، ماسک‌های معطر که پروژه خانم دکتر اکبری بود. خب یه سری ها هم هست که خودتون بهتر میدونید به خاطر نبود اسپانسر، مشکلات مالی و از اینجور مسائل فقط در حد ایده مونده و به اینکه بخواد به بازار عرضه بشه و بتونه تولید انبوه باشه نه، خب به این مرحله نرسید. و به عنوان صحبت آخر اگر یک توصیه برای دانشجویان رشته خودتون، نه صرفا دانشگاه امیرکبیر، کلیه دانشگاه سراسر ایران داشته باشن توی رشته خودتون مثلا تخصصی چی هستش؟ به نظرم حتما هر دانشجویی توی هر حوزه‌ای
باید نمایشگاه‌های مربوط به رشته خودش رو شرکت بکنه، به خاطر اینکه اول از همه بتونه با موضوعات نو و بروز اون رشته در ارتباط باشه، بدونه که داره توی رشته‌اش چه اتفاقی میفته، بدونه موقعیت‌های شغلی براش چه مدلیه، بدونه که الان دغدغه بازار چیه، اگر بخواد روی یه پروژه کار کنه چه موضوعی الان بیشتر دغدغه جامعهشه. این موضوعات خب به نظرم بهتره که بهش توجه بشه و خب نمایشگاه یک بستری رو فراهم میکنه برای اینکه دانشجوها بتونن به این هدفهاشون برسن. بسیار عالی. و شما آقای مهندس؟ به نظر من در این زمان یکی از مهمترین امرها ارتباطات هست. نمایشگاه بستر بسیار مهمی برای دانشجویان و صنعت و ساختن اون ارتباطات هست که این ارتباطات در آینده زمینه شغلشون رو فراهم میکنه. بنابراین به نظر من دانشجویان باید این ارتباطات رو در این نمایشگاه شکل بدن و ایجاد کنن. بسیار ممنون از لطفتون.